президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 20 اپریل با صدور یک فرمان 3 دادرس را از مقامهایش برکنار کرد. در فرمان آمده است که مهمان علاوالدین بازگل با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه رئیس سودیه نویه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کرده شود. همین طور رحیمزاده عبدالسلیم از وظیفه سودیه سود نویه کوهستان مشچا ولایت سوخت و عمرزاده اراده بختیار از وظیفه سودیه سود نویه شامنصور شهر دوشنبه با سبب وضع سلامتی آزاد کرده شدند. نظام دادگاهی در تاجیکستان یکی از ساحه‌های از همه فسادزده به شمار می رود. هر سال پرزیدنت چندین فرمان برکناری سودیه ها با دلیل صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند صادر می کند. تاجیکستان در عموم در قطار کشورهای از همه فسادزده دنیا جای گرفته است. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال ماه ینور سال 2022 در گزارش سالانه‌اش تاجیکستان را از لحاظ سطح کروپسیا در بین 180 کشور دنیا در مقام 150 جای داده بود.